روز پنجشنبه بانک مرکزی روسیه پولهای نوی 200 و 2000 روبلی را معرفی نمود. نقدینه نوی 200 روبلی رنگ سبز داشته، در آن عکس باقی مانده های مجسمه بحری خرسانس شهر سواستوپول نیم جزیره کریم نقاشی شده است. نقدینه 2000 روبلی باشد، رنگ کبود داشته، در آن عکس پایگاه کیهانی وستاچنی و روسکی موست و یا پل روسی شهر ولادیواستوک و جزیره روسی شرق دور روسیه نقاشی شده است. رئیس بانک مرکزی روسیه الویرا نبیولینا باور دارد که پول نو سببگار اوج گرفتن تورم نخواهد شد. عادتاً پولی که رقم 1، 2 و 5 دارد در کشورهای دارای تورم پست به معامله وارد کرده می شود. همین طور هم هست. ببینید که تورم در کشور ما تا 4% پایین شده است. خود به خود این پول ها باعث بالا شدن تورم نمی شود. به قول نبیولینا ابتدا نقدینه های نو در مسکو و ولادیواستوک و از ماه دکبر سال روان در سراسر روسیه انتشار خواهند شد.